پس شد ابزارهایی که قابل کاور کشی سلفونن حتما سلفون بکشید، خیلی تمیز نگهداری کنید بچه. مطب ما مطب 20 خورده سال است که فعاله، ولی ابزارها خدا رو شکر و وسایل درست مراقبت شدن. یه چیز خیلی شایع که خیلی میبینم اینجا دست آلوده میخوره و مواد بهش میچسبه، اینم ترفندش اینه که نوار چسب 5 سانتی. شاید این نکته‌ام بگم، شاید فکر کنی که ابزارهاتو باید روی این سطح بذاری. نه، شما یک سینی یک بار مصرف برای هر فرد یه دونه استفاده میکنی و توی این سینی ابزار و وسایلتو قرار میدی و برای همه هندپیسات کاور کشی رو انجام میدی. خب برای همه هندپیسات کاور کشی انجام میدی و این قسمت هم یه کاور مخصوص داره که اینجا قرار. خب یه نکته دیگه این که بچه‌ها حتما یونیتتون رو سلفون بکشید. سلفون باعث میشه که طول عمر دستگاهمون بره بالا و اگر ماده یا آلودگی باشه به یونیت نچسبه و از روی سطح راحت بتونی پاکش کنی. خب توی همین محیط میتونید ازش استفاده بکنید، چون این پک یه محیط استریل رو براتون فراهم کرده. مثل جعبه دستکشی که تموم میشه، شما تو جعبه دستکشتون یه محیط استریله، تا یه تایم کوتاهی میتونید ازش استفاده کنید. یا مثلا دستکش‌های استریل جراحی که کاورش باز میشه، باز هم کاغذیه. این پک داخلش یک محیط استریل رو داره. خب شما وقتی بازش میکنید همینجور نگرش دار تو همین وضعیت. خب تو همین وضعیت نگرش دار. از این محیطه حالا میتونی این وسیله رو، ماده‌ای که مخلوط کردی دادی به پزشکت، از این محیطه هم به عنوان فرآیند استریل میتونی استفاده کنی. چه موقع؟ سلام. یه نکته این که بچه‌ها ببینید، هندپیس دستگاه کویترون همون جرمگیری قابل اتوکلاوه، یعنی میتونید استریلش کنید، پکش کنید، استریلش کنید توی دستگاه اتوکلاو. بلوک های شیشه ای چون اسلپ یا بلوک شیشه‌ایتون هم حتما باید اتوکلاو بشن، چون توی فضای آزاد محیط پر از آلودگی داره قرار میگیره. پس بلوک شیشه‌ایتون هم توی